دل به چه وضعی افتاد اون وقتی که صحبت از او شد یا در مجمعی صحبت از فضیلت و برتری و رفاه و نعمت و منصب و خصوصیت و کمالات یک کسی که صحبت شد، دل به چه وضعی افتاد؟ آیا تکان خورد از این مسئله؟ ناخوشایند بود براش؟ کمون حسد است. خوشش میاد که این چنین نبود اون شخص، اون آقا این فضیلت را نداشت، این کمال را نداشت، این نعمت برای او نبود، صاحب این منصب و این فضیلت نبود. اگر یک نوع حالت نارضایتی، ناراحتی، تحرک در درون به عنوان ناخوشایندی در درون احساس کردیم، این حسد است. این حسد است و مرض است و این مانع است و این مهلک است. در اینجا باید مراقب بود که این ایراد است در وجود. به دنبالش باید مراقبت کرد که من چه عکس العملی حالا نشان میدهم در مقام صحبت، در مقام گفتار، در حرکت، خلاصه به هر نحوی باشد. مسئله حسد توجه داشته باشیم که به حرکت مربوط نیست. خیلی ها معروف است میگن که انسان حسد را فقط باید در مقام عمل بروز نده و اگر در درون باشد اشکالی ندارد. این حرفی است که گفتند ولی خیلی بی تحقیق گفتند. اصل اونی که مرض است، مهلک است، همون صفت قلب است. اگر این در گفتار و در حرکت و در عمل هم جلوه کرد، این به قول معروف به اصطلاح عوض نورون علی نور ظلمتون علی ظلمه، یه چیزی بالاتری شد. اونی که مرض است به نام حسد نامیده می شود، یک تحرکی است در دل، مرضی است در دل و انحرافی است در دل. آنچه که در مقام عمل جلوه می کند، در مقام گفتار جلوه می کند، کم یا بیش بر علیه اون شخص، بر علیه اون طرف به هر شکلی باشد، این خودش عنوان دیگری دارد. یا بهتان انسان میگوید، یا تهمتی میزند، یا برمیگردد او را تنقیص میکند، یا به او چیزی میچسباند، یا از بدیهای او میگوید و یا حرکت‌های دیگری میکند. اینها هر کدوم یه نام دیگه دارد. غیبتی کرد بر علیه اون شخص غیبت است، بهتان گم بهتان است، یه چیز دیگه است. حرفی زد، دروغی بر او، یه برچسبی به او زد، اون هم باز یک عمل دیگه است. همینقدر انسان در درون میبیند خوشش میاد اینطور نبود، این چنین نبود، همین این حسد است. این چنین نبود که فلانی اینطور شده، این ای کاش اینطور نبود. خوش میشود این که اینطور نبود، اینو میگن حسد. ناخوش میشود از این که اینطور هست. این است صفت مهلک و این مرضی است در قلب. و در قرآن اگر شما روی آیات قرآن دقت بکنید، قرآن همون دوست داشتن بدی برای دیگری و دوست نداشتن خوبی برای دیگری را حسد نامگذاری کرده و خدا اون را خودش مهلک دانسته. البته با کلمه مهلک نه، ولی ازش به عنوان یک خصلت بد یاد کرده. یعنی خدا روی همون دوست داشتن و نداشتن قلبی تکیه کرده در قرآن، در آیات قرآن که به اصطلاح وقتی حسد صحبت شده، همون حرکت قلبی. خب با این توضیح متوجه شدیم اونی که معروف است بین مردم میگویند که حسد اگر به مقام عمل بروز نکند اشکالی ندارد، این حرفی است گفتن ولی چندان پایه درستی ندارد. البته نظرتون هست گفتم اگر اینجور انسان ناخوشایند بود براش در اینجور موارد خوشی و نعمت، فضیلت، برتری دیگران و خوشایند اون طرفش بود که نباشد، اینجا اگر آمد از این وصف خودش بدش آمد، از این وصفش بدش آمد که چرا من این خصلت بد را دارم، از خودش به اصطلاح غضبناک شد، بر خودش غضبناک شد که این خصلت، این انحراف است در دل من، که چرا خوش نیستم فلانی که رقیب من است، از من گذشته، بالاتر رفته، مردم به او مثلا اقبال کردن، او مثلا معروف شده، امثال این موهومات به یک نظر یا مسائل. اینجا اگر بدش آمد از این مسئله، کسی که بدش آمد از وصف کذایی درونی خودش، از این حرکت درونی خودش، این از شر حسد محفوظ شده. اینو میگن حسد معفو، در اصطلاح علما اخلاق حسد معفو میگوید. مؤمن باید نسبت به همه ناصح باشد، یعنی سعی کند خوبی ها و نعمت ها و فضیلت ها در دست همه که هست بدون استثناء باقی باشد و سعی کند که همه از نعمت ها و فضیلت ها که دارند بالاترش را برخوردار باشند. این را دعا هم بکند، از خدا هم بخواد، تلاش در این راه هم بکنه. توجه کردید؟
هر کسی دیگه بدون استثناء، هر کسی از هر چه برخوردار شد نسبت به این مسئله خوشبخت بشه، در درون مشعوف بشه. مشعوف شد قهرم، مشعوف و مسرور که شد هیچ گونه تحرک درونی نسبت او ندارد، احساس ناراحتی نمی کند و از اون مراحل که توضیح دادم بالاتر رفته، به جایی رسیده است که مشعوف است از همه نعمت‌ها و فضیلت‌ها و برتری‌ها که دیگران دارند و دوست دارد که دیگران اینجور شده اند و هستند. در کلمات و تعبیرات که عرض می‌کنم خوب دقت کنید، این جاهاش همون فضیلتی است که باید سالک متصف باشد. دوست دارد، از خدا میخواد که همیشه این چنین باشد، دعا میکند که همیشه این چنین باشد، سعی میکند که همیشه این چنین باشد. اگر دید اون رقیبش میخواد یه خطایی بکند از اون فضیلت و از اون خصوصیتش یه مقدار از دستش برود، فوری باید برود و تذکر بدهد که او این خطا را نکند، او را ارشاد بکند. خوب دقت بکنید. حالا شما حساب کنید اینجا چقدر نفس مونده. من از شما سوال میکنم، نفس با این کار شکسته میشود یا شکسته نمیشود؟ بله، شکسته میشود. و این مسئله به نام نصیحت مؤمن بر مؤمن در روایات معصوره وارد شده است. مراقب بودید، خودتون اهل درد بودید، راهش را مییابید که چگونه باید. البته مجاهدت میخواد، خیلی مجاهدت میخواد تا انسان به اینجاها برسد. فکر نکنید اونها که این خصلت را داشتن، اینها به خودی خود از اول این خصلت را داشتن. نه، از اول این خصلت را نداشتن. اونی که واقعا به جایی رسیده که خیر همه را میخواهد، اون عالم با معنایی که حتی شاگرد خودش را ترویج میکند و خودش را کنار میزند و سعی میکند شناخته نشود، این به آسانی به دست او نیامده. ترجمه کنید، این مجاهدت خواست کرده، مجاهدت ها کرده، ریاضت ها کشیده، همون نحوی که در شرع مقدس بیان شده است.